السلام علیکم. به مثال‌های در داشته بوده توجه می‌کنیم. یکی از آنها معادله از دو تغییر یابنده‌دار عبارت است. گفتیم که همین معادله را حل کنید. اینک چیکار کردن ما ممکن؟ معادله داده شده را به نمود دیگر می‌نویسیم به این شکل: x کوادرات طرح 4x جمع 4 جمع y کوادرات ترکی 18y جمعی 81 برابری 9. اگر اهمیت دهیم قسم چپی معادله دیگر شدگیش نیست، باز حاصل جمع 4 و 81 باز 85 رو برابر میشه. و من این قسمی این طرف معادله فرموله ضربی مختصر بود که در درس گذشته من فهمونده بودم آن رو میدهد. عدد اولش x، عدد دویمش 2. پس این میشه x ترکی 2 در کوادرات. قسم دومی معادله هم عیناً همین فرموله ضرب مختصری، یعنی که فرقی کوادراتی فرق، عدد یکم y، عدد دویممون 9. پس این قسم معادله به y ترک 9 در کوادرات برابر می شود، برابری 9. ما میدونیم که حاصل جمع دو کوادرات کدام وقت برابر می شود؟ یگانه حالتی میکانپذیر همان وقتی هر دوی این جمع شونده ها به صفر برابر شوند، یعنی x ترک 2 برابری صفر شود و اینچنین y ترک 9 نیز برابری صفر شود، برابری 9 شود. از اینجا x رو میابیم x برابری 2 و y رو نیز میابیم y برابری 9. تمام. جواب معادله ما یعنی که x برابری 2 و y برابری 9 بوده است. و مثال دیگر اهمیت میدهیم. مثال بخشیده به خاصیت های تقسیم شوی عددها، نشانه های تقسیم شوندگی عددها. گفته است که اثبات کنید که برای هر گونه عددی n ناتورالی ifade n کوب جمع 5n به 6 تقسیم می شود. پیش از همه ما میدونیم که به 6 آن عددهای تقسیم می شود که حاصل جمع آنها، یعنی که حاصل ضرب آنها به 2 و 3 تقسیم می شود. مقصد همزمان در یک زمان آن عددهایی که هم به 2 و هم به 3 تقسیم می شوند به 6 تقسیم می شوند. یک بار دیگر ویدیوی نشانه های تقسیم شوی عددها رو من در سلک میمونم، آن رو حتما تماشا کنید. اینک اثبات میکنیم که همین قسم به 6 تقسیم می شود. برای این چی کار میکنیم؟ خود ifade رو می نویسیم n کوب جمع 5n رو بگذار آن به 6 تقسیم می شود. بگذار فرض میکنیم که به 6 تقسیم می شود و به ساده کردن سر میکنیم. تقسیم ضرب کننده عمومی n رو از قوس میبریم. ما داریم n کوادرات جمع 5 تقسیم 6. یک بار دیگر درون قوس را n کوادرات جمع 5 را به شکل دیگر می نویسیم، به این شکل: n کوادرات ترک 1 جمع 6 تقسیم 6 برابری. اکنون قوس را میکشایم به این طریق که n کوادرات ترک 1 را یک اعضای یکم حساب میکنیم. اگر قوس را به این طریق به طریق زائد کشاییم چی میشود؟ n کوادرات ترک 1 تقسیم 6 جمع n ضرب 6n تقسیم 6. یک بار الوهیده صورت رو مبرزی که از تقسیم کرده گرفتیم. ما داریم اگر من این کوادرات ترک 1 رو همچون فرموله ضرب مختصری a کوادرات ترک b کوادرات کشایم چی است؟ n ضرب n مینوس 1 ضرب n پلوس 1 تقسیم 6 جمع n. البته معلوم شد که من قسم دوم این مثال ما به 6 به واسطه تقسیم شد، چون که 6 ها اختصار شد، عددی بوتون حاصل شد. و ما باقی ما اثبات کردن آن که این قسم ما به 6 تقسیم می شود. اگر اهمیت دیم، اگر این قسم ما حاصل ضرب 3 عددی پای در پای است.
حاصل ضرب سه عددی پای در پای اهم عدد خودترین n مینوس یک است بعد دیوای n بعد دیوای اهم عددی کلانترین n پلوس یک یعنی n مینوس یک ضرب n ضرب n پلوس یک تقسیم 6. البته ما از خاصیت تقسیم شوندگی نشانه‌های تقسیم شوندگی عددها می‌دونیم که حاصل ضرب سه عددی پای در پای حتما به 6 چیده می‌شود تقسیم می‌شود. تمام با همین ما اثبات نمودیم که این ifade ما نیست به 6 چی می‌شده است تقسیم می‌شده است.